با من رضا هستم و اینجا چنلمون رو خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنلمون. امیدوارم که تو این ایام با خانواده خوش باشید. توی این ویدیو میخوام یه مجموعه بازی بهتون معرفی کنم که شما با گذاشتن مقداری از وقتتون میتونید ساتوشی به دست بیارید و بزنید به صرافی و سریع نقدش کنید و در لحظه هم ساتوشیاتون آنی واریز میشه. این که شما باید درآمدتون رو به والت آف ساتوشی وصل کنید، به والت آف ساتوشی واریز کنید. پس حتما یه والت آف ساتوشی بزنید که بتونید درآمد حاصل از اون بازی‌ها رو به والتتون برداشت بزنید. الان یه چند دقیقه توی این بازی‌ها فعالیت داشتم و این برداشت‌ها رو از اون بازی‌ها به دست آوردم که می‌بینید برداشتی داره، هرچند کمه ولی خب آنی و سریع واریز میشه. که می‌خوایم بهتون معرفی کنیم این بازی که عکس بیت کوین روش هستش که بریم سراغش و یه گیم پلی باهاتون بزنیم ببینیم چه شکلی هستش. اول اینکه با هر وی پی این بازی بالا نمیاد. من خودم با وی پی جامپ وی پی بالا باهاش فعالیت میکنم، خیلی هم اوکی وی پی انش. اینجا بهتون بدم این بازی اینجوریه که شما باید بازی کنید و بلیت به دست بیارید و با بلیت به دست آوردنتون شما هر بلیتی که به دست میارید یک شانس برای اینکه به ساتوشی به دست بیارید و خب جوایز زیادی میده به چندین نفر و هر چی که افراد بیشتر توی اینا شرکت کنن جوایزش بیشتر میشه، جکپاتش بالاتر میره و جوایز شما هم بیشتر میشه. از 1 ساتوشی تا 50 ساتوشی هر دست بهتون میده. هر بازی هم 1 ساعت، هر گیم هم 1 ساعت طول میکشه که تموم بشه. بلیت جمع کنید براش و تموم بشه. 1 ساعت که بلیتایی که جمع آوری میکنید تبدیل به ساتوشی میشه براتون. یه دست از این بازی رو شروع کنیم براتون. اینجوریه که باید کلیک کنید تا توپه که عکس بیت کوین روشه بیاد پایین و این بلیط‌های بنفش رنگ رو جمع کنید که اینا تبدیل به ساتوشی میشه براتون. کد 6 اکثرا توی همیشه شما برنده ای توی همه قرعه کشیاش. حالا ولی جوایزش فرق داره. مجموعه 5 تا بازی هستش، توربو 84 هستش که شما میتونید با ماشین بازی تیکت به دست بیارید و باز همون تیکت رو تبدیل به ساتوشی بشه. بریم که گیم پلیش رو ببینیم. خب بریم سراغش. اینجا اول یه گاراژ داره که شما میتونید ماشیناتون رو عوض کنید، جای ماشین جدید بخرید که یه ظاهریه اینا، ولی خب به صورت اینا برق داره که بلیط جمع کردن تاثیر داره. اینجا میتونید آپگریدش بکنید با کنسپت از سیستم خود بازی که بازی برای درآمد نداره و اینم که میتونید بخرید که بلیط‌ها رو جمع کنه براتون. این بخرید سبد که برای خرج کردن میتونید بخرید یا قسمت آخر با فیلم دیدن میتونید این تیکن عادی برای درآمدهای تاثیر خاصی نداره، تاثیر نداره. این قسمت رتبه‌هاتون رو زده که رفرات برتر رو زده که چند متر حرکت کردن با ماشینشون توی این بازی توی یک بار پلی. حالا بریم این گیم پلی هم بزنیم. شما باید تاچ کنید روی نوری که میخواید برید تا برید این نوار برخورد کنید و باخت. 8 تا بلیط به دست آوردیم که اینا میره برای قرعه کشی و میتونیم با ساتوشی به دست بیاریم. از این مجموعه که بهتون ساتوشی میده بازی بیت کوین بای هستش که این توکنای بالا که سکه و اون الماس هستش این باشون کاری نداریم. اینا جونتون هستش که با هر بار باختن قلبا که پنج شه جونتون هستش که با هر بار باختن یه دونه کم میشه و اگه تموم بشه باید صبر کنید که دوباره پر بشن. قسمت شارژ میتونید توکنای خود بازی رو بخرید که اصلا پیشنهاد نمیشه، به دردی هم نمیخوره. توی قسمت اسکیل میتونید جون و لول و ایناتون رو بالا ببرید
افزایش سکه توی بازی از پایین دارم میکنم. افزایش سکه توی بازی 20%، یه دونه جون بهتون بیشتر میده، یعنی 6 بار اگه ببازید باید صبر کنید تا جون بهتون بده. سومی جونتون توی بازی رو بیشتر میکنه توی داخل خود بازی گیم پلیش، و آخری سرعتتون رو 10% افزایش پیدا میکنه. یه دست هم بزنیم کد زد. با هر بار که هر دستی که ببرید یه تعداد بهتون تیکت میده. بازی دیگه همه بلد، فکر نکنم کسی باشی که بلد نباشه این بازی رو بکنه. همین شد برای این طور بهمون تیکت میده، 10 تا تیکت دار به 10 تا سکه خورده. مجموعه ساتوشی تتوتایلس هستش که شما باید خونه ها رو بچینید تا جور بشه و بهتون هر یه تعداد تیکت بهتون بده. بالا سمت راست این که عکس بومرنگه، میتونید عکس سفر رو عوض کنید، این چیزاشو تمشو که پرمینا میخواد که نیازی نیست که این کارو بکنید، فرقی هم نمیکنه. بازی به این صورت که باید جور کنید این خونه ها رو. اینجا بهتون امتیاز میده، اون بر بهتون تیکت میده. هر یه مقدار امتیازی که بگیرید بهتون تیکت میده. این یه تیکت رو بردید. کد 2. هر خطی که پر میشه راش از بین میره و بهتون باز امتیاز میده. دو تا تیکت الان میده. بعد این صورت از این مجموعه اسمش بیت کوین اسنیک هستش که بازی ماربازی قدیمی که شما مثل غذا میخورید. الان تیکت گذاشته، شما با مار میرید تیکت ها رو میخورید با مارتون و این تیکت ها حساب میشه براتون، تبدیل به ساتوشی میشه و میتونید برداشتشون بزنید. کد اچ. یه دست حالا با تو میریم ببینیم چه شکلی هستش این بازی. نه این ساز کنیم بعد تیکت ها رو بدید. بعد این شکل میتونید یه ویدیو ببینید که ادامهش هم برید، ولی خب فایده ای نداره، یعنی ویدیو الکی نبینید. دوباره از اول شروع کنید، دوباره تیکت بهتون میده، به ادامه همون تیکت ها میاد. برای برداشت روی امتداد ساتوشیاتون میزنید از سمت راست بالای صفحه، میاد پایین ولت ساتوشی کلایم رو میزنید و میرید توی ولت آف ساتوشی. کد هست این سیو رو میزنید و ساتوشی دریافت میشه و همین سادگی برداشت کردید. حالا جمع که شد میزنید صرافی و نقدش میکنید، به تومن دریافت میکنید، به کارتتون میزنید و استفاده میکنید. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. حتما کانالمون رو سابسکرایب بکنید که ویدیومون رو از دست ندید و بتونید به راحتی کسب درآمد کنید. با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدین که ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری براتون بسازم. خداحافظ.